بعض انسان‌ها با لبخند می‌آیند، با مهربانی نزدیک می‌شوند، با واژه‌های شیرین دلنشین دل می‌برند، اما نیتشان معامله است نه محبت. دوستت دارند نه برای خودت، بلکه برای چیزی که از تو می‌خواهند، برای سود، برای منفعت، برای استفاده. کنارت می نشینند، دردت را گوش می دهند، اشکت را می بینند، اما در دلشان نقشه می کشند، نقشه خیانت. با نام رفاقت نزدیک می شوند، اما نیتشان بد است. متوجه باشیم، هر کسی که گفت دوستت دارم دوستت ندارد. بعضی ها فقط بلدن نقش بازی کنند. هر دستی که به سمت ما دراز می شود دست محبت نیست. بعضی دست ها فقط برای خنجر زدن نزدیک می شوند. و تو اگر دلت شکست، اگر فریب خوردی، اگر از اعتمادت ضربه دیدی، بدان که الله متعال دید، الله متعال شنید، الله متعال سکوت نکرد. او عادل است، او حق را از دل ناحق بیرون می کشد. هیچ خیانتی در پیشگاهش گم نمی شود. به الله متعال پناه می بریم، نه به آدم ها، که آدم ها عوض می شوند، اما الله متعال هرگز تغییر ناپذیر است. او بهترین تکیهگاه ماست. او بهترین نگهبان دلهای شکسته است. او بهترین پناه ما است.